شرکت برق تاجیک حالا بیشتر از 23 میلیارد سومانی یا حدود 2.5 میلیارد دلار قرضدار است. از همه زیاد قرض این کارخانه 18.5 میلیارد سومانی از سرمایه‌گذاران خارجی است. با غرض از این ما از با مقدار 1 میلیارد و 15.4 میلیون سومانی از نیروگوی برقی آبی سنگتوده 1 و 1 میلیارد و 362.5 میلیون سومانی از نیروگوی برقی سنگتوده 1 قرضدار هستیم. ما جدول پرداخت معین کرده هستیم و موافق جدول پرداختی که معین شده است ما هر سال مبلغ رو پرداخت کرده هستیم. سال 2018 با مقدار 399.4 میلیون سومانی با نیروگوی برقی آبی سنگتوده 1 مبلغ رو پرداخت کرده شده. همساله قرضداری این شرکت باعث نگرانی حکومت و هم کارشناسان ساحه می‌گردد. تا این زمان از قرض نرهیدن شرکت را در مدیریت نادرست کارخانه می‌دانستند. مسئولان برق تاجیک سبب زیاد شدن قرض را تطبیق لایحه‌های دولتی و سری وقت نپرداختن پول برق از جانب کارخانه‌ها و اهالی می‌دانند. اگر از طرف اهالی مردم اهالی کشور با مقدار 920 میلیون سومانی برق حسابی شدگی باشد، همگی مبلغ پرداخت شده 840 میلیون سومانی را تشکیل داده. از آن جمله 398 میلیون سومانی با شرکت آلومینیوم تاجیکی راست میاد. حالا از استفاده قوه برق هم کارخانه ها و هم اهالی 2 میلیارد و 300 میلیون سومانی قرض دارند. با قرار حکومت شرکت برق تاجیک تجدید ساختار شده از یک کارخانه به چند شرکت های مستقل تبدیل می‌یابد. سوال به میان می آید که این قرض های هنگفت بر دوش کدام نهاد خواهد افتاد. تحت اداره کنی شرکت برق تاجیک جمعیت های نوی سهامی تأسیس داده می شوند، لیکن قرض های دیبیتوری کردیتوری که تا امروزه به عمل آمدن همه آن به دوش شرکت برق تاجیک می. این قرض ها قرض های دراز مهلت هستند. مهلت پرداخت اینها موافق جدول تا سال 2045-2047 پیش بینی شده است. یعنی که شرکت برق تاجیک می تواند که این قرضها تا سال 2045 برگرداند. می تواند به نظر شما؟ باید توانیم. شرکت برق تاجیک از کارخانه های کلان دولتی معمادار در تاجیکستان می باشد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشورت داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سالهاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای زیادش تنقید می شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.